گردندار، ساکتی، تردی، اسلیپان. امروز نمیخوایم وارد تمام جزئیات فلنجا بشیم، فقط میخوایم نوع اتصال این فلنجا رو به لوله یا بقیه فیتینگا با هم بررسی کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اولین گزینه‌ای که می‌خوایم با هم بررسی کنیم فلنج ویلد نک است که این فلنج از نوع گردن داره. همونجور که از اسمش معلومه کلمه نک از گردن میاد. نحوه اتصال این فلنج به پایپ یا مابقی فیتینگا به صورت لب به لبه که به اصطلاحش میگن بات ولد. یعنی وقتی می‌خوایم یک پایپ رو به این فلنج وصل کنیم به صورت لب به لب روی همدیگه قرار میگیره و هر دو لبه قطعه کار توی جوشکاری دخیله. اگه دنبال یه اتصال تر تمیز برای خطای زیر 2 اینچتی باید به سراغ فلنج ساکت ولد. برای اتصال این نوع فلنج به لوله، ته لولمون داخل حفره‌ای میده که روی فلنج رسیده به این شیار ادامه پیدا میکنه و بعد جوش میشه. به این صورت که داخل میره و این قسمت از قطعه کار جوش میخوره. این نمونه یه فلنج تردیه. اگه میخوای یه اتصال بدون جوش داشته باشی و کارت سریع راه بیفته، این یکی از گزینه‌های مناسب واسه کار توئه. نحوه اتصال این فلنج به لوله یا هر فیتینگ دیگه‌ای به صورت دنده‌ای یا رزوه‌ایه. به این صورت که رزوه روی رزوه قرار میگیره، پیچ میخوره و اوکی میشه. این فلنج یه فلنج کشوییه، بهش میگن اسلیپ آن. برخلاف فلنج ساکت ولد که داخلش یه دونه شیار داره که اجازه نمیده لوله ازش رد شه، این فلنج اسلیپ آن هیچ شیاری نداره و یه حلقه ساده است. لوله کاملا از داخلش رد میشه. نوع اتصال این فلنج به شکلیه که یک جوش روی کار میخوره و یک جوش هم داخل کار میخوره. یه نمونه از فلنجایی که توی پروژه خیلی خاصه لب جوینت فلنجه. این نوع فلنج برای اتصالش به لوله و مابقی فیتینگا همراه یه استاپ اند میاد. این قطعه لب جوینت فلنج ما که به صورت متحرکه و اصلا جوش نمیشه. اما واسه اینکه این فلنج رو بتونیم به لوله و یا یه اتصال دیگه متصل کنیم نیاز به یه قطعه کمکی داریم که بهش میگن استاپ اند. استاپ اند این فلنج کدومه؟ این قسمتیه که اینجا کار میشه. این استاپ اند به صورت بات ولدی و اتصال لب به لب به پایپ یا اتصال دیگه متصل میشه و ثابته، اما خود فلنج لب جوینت متحرکه و قابلیت جابجایی داره. اگر نوع اتصالی هست که ما توی این ویدیو بهش اشاره نکردیم لطفاً این زیر برامون کامنت کن، حتما دربارش ویدیو میسازیم. لایک و کامنت شما به ما انرژی میده برای ادامه تولید محتوای متفاوت و بهتر در حوزه پایپینگ.